فصل هشتم. کتاب جوجه اردک زشت درون. نویسنده دبی فورد. ترجمه فرشید قهرمانی. نشر بنیاد فرهنگ زندگی. خوانش یاسین احمدی. اگر گذشته خود را به همین شکل بهبود نیافته باقی بگذارید، همین گذشته زندگیتان را تباه خواهد کرد. گذشته استعدادهای منحصر به فرد ما، خلاقیت و توانایی‌هایمان را دفن خواهد کرد و هنگامی که این بخش‌های درونی ما انکار شده باقی بماند و ما این بخش‌ها را نپذیریم، راکد می‌شوند و به جای اینکه از آنها در هماهنگی با خودمان استفاده کنیم، در تقابل با دنیای خود به کار می‌گیریمشان. فکر میکنیم که از دست دنیا عصبانی هستیم، میخواهیم دنیا را عوض کنیم و اگر دنیا اینطور نبود میتوانستیم به آرزوهای خود برسیم، اما این ما هستیم که به تغییر نیاز داریم. به دلیل اینکه استقامت نمی کنیم و همت نداریم از دست خودمان عصبانی هستیم. از دست خودمان عصبانی هستیم چون به خودمان افتخار نمی کنیم و به خودمان اجازه نمی دهیم تا آنطور که دوست داریم خود را ابراز کنیم. فکر می‌کنیم از دست پدر و مادرمان خشمگین هستیم چون آنها در کودکی ما را سرکوب کردند. در واقع باید از دست خودمان عصبانی باشیم که این سرکوب شدن را ادامه داده ایم. درست مثل اینکه کسی سالها پیش ما را در قفسی قرار داده باشد و حالا مدت هاست بدون اینکه قفسی در کار باشد ما گمان می‌کنیم با دیوارهای خیالی محصور شده ایم. این قفس محدودیت‌هایی است که خودمان به خودمان تحمیل کرده ایم. این قفس شک ما به خودمان و ترس‌های ماست. به ما یاد داده شده که دنبال کردن آرزوهایمان کاری سخت است. ممکن است متوجه این واقعیت نشده باشیم که دنبال نکردن آرزوها و زندگی به این شکل کاری دشوارتر است. ما بدون هر گونه آرزویی رها شده ایم. آرزوهای ما کلید رسیدن به ظرفیت‌های معنویمان است. ما با ناامیدی رها شده ایم. این ناامیدی به تدریج بیشتر و بیشتر می شود و در بدنمان خود را به شکل بیماری و در روانمان خود را به شکل خشم نشان می دهد. اگر نخواهیم با گذشته آشتی کنیم، به سادگی این ناامیدی و خشم را همراه خود به آینده خواهیم برد. توان نگاه شفاف به گذشته و پذیرفتن ویژگی هایی که انکار کرده ای در درون خودتان نهان است. آنچه باید انجام دهید بستن چشم ها، رفتن به درون و پرسیدن است. قدرتی که به آن نیاز دارید درونتان است. تنها زمانی به این قدرت دسترسی خواهید داشت که آرزوی تغییر زندگیتان شدیدتر از آرزوی باقی ماندن در همین وضعیت باشد. همیشه به خاطر شرایط زندگی دیگران را مقصر دانستن ساده تر است. هنگامی که ارتباط با خودمان را از دست می دهیم، ارتباط با معنویت را از دست می دهیم و چون نمی توانیم به خودمان اعتماد کنیم، احساس می کنیم که دیگران نیز قابل اطمینان نیستند. برای برخی افراد دردها و رنجهای گذشته به قدری زیاد است که باور دارند تنها راه کنار آمدن با این دردها مقصر دانستن دیگران و انکار این دردهاست. اگر می خواهید حالتان را عوض کنید، باید گذشته‌تان را بپذیرید. اگر می خواهید به آرزوهایتان برسید، باید خود را مسئول آنچه در زندگیتان رخ می دهد بدانید. اگر می خواهید آینده یک کسی را بفهمید، به گذشته‌اش نگاهی بیاندازید. گذشته ما را به سوی راهنمایی می کند که آرزو کنیم در آینده چیزی به جز آنچه تجربه کرده ایم تجربه کنیم. این مسئله موجب توقف بسیاری در مسیر زندگی می شود. این نکته موجب تار شدن دید آنها و از دست رفتن آرزوهایشان می شود. نگاهی به اطراف بیاندازید. متوجه خواهید شد که بسیاری از مردم به همان شکل که هستند باقی ماندند و مدت هاست تغییری نکردند. می توانید همین حالا نگاهی به زندگیشان بیاندازید و سپس دوباره 20 سال بعد به زندگیشان دقت کنید و خواهید دید که باز هم تغییر چندانی رخ نداده است. مسائل ریشه‌ای ما مثل ثروت، روابط، سلامتی و شغلمان معمولاً در طول زندگی خیلی تغییری نمی‌کنند. برخی از ما نه تنها گذشته را به دنبال خود می‌کشیم، بلکه گذشته پدر و مادرمان نیز روی دوشمان سنگینی می‌کند. درد و رنج از نسل‌ها به نسل‌ها به ارث می‌رسد و اگر کاری نکنیم این چرخه ادامه خواهد داشت. ما به دلیل باورهایمان بخش‌هایی را در وجود خود انکار می‌کنیم. باورهای ما به خانواده و کودکیمان باز می‌گردد. آنچه پدر و مادرمان کردند و آنچه نکردند اثر زیادی روی زندگی ما داشته است. کسانی که ما برایشان مهم بودیم و معلم‌هایمان نیز روی آنچه همکنون هستیم اثر داشتند. درد و رنجی که در 2 سالگی، 6 سالگی یا 8 سالگی تجربه کردید، همین حالا در عمق آگاهیتان وجود دارد. تا زمانی که این درد متحول نشود، همانجا خواهد ماند و زندگیتان را به پیش می‌راند.
بسیاری از ما باورهای اصلی خود را بررسی نمی‌کنیم تا متوجه شویم که آیا آگاهانه آنها را انتخاب کرده‌ایم یا نه. هر هفته با افرادی ملاقات می‌کنم که می‌خواهند هنرمند یا نویسنده شوند، اما مطمئن هستند که نمی‌توانند به آرزوهای خود برسند. هنگامی که درباره دلیل این مسئله در آنها سوال می‌کنم، پاسخ می‌دهند که به اندازه کافی استعداد ندارند یا از تحصیلات کافی برخوردار نیستند. آنها به دلایلشان ایمان دارند، اما ایمانی به آرزوهایشان ندارند و هنگامی که ریشه این باورهای آنها را بررسی می‌کنیم، متوجه می‌شویم که بیشتر وقتها این باورها از کسی به آنها رسیده که دوستشان داشتند و این افراد به آنها القا کردند که در رسیدن به خواسته‌هایشان ناتوانند. از آنجایی که این افراد هرگز باورشان را مورد سوال قرار ندادند، گرفتار باورهای خود شدند. آنها هرگز تلاش نمی‌کنند تا سراغ آرزوهای قلبی خودشان بروند. باورهای اصلی که زندگی ما را به پیش میبرند چیزهایی شبیه به این هستند: نمیتوانم این کار را بکنم. چنین اتفاقی هرگز برایم رخ نمیدهد. من لیاقتش را ندارم. من به اندازه کافی خوب نیستم. به تازگی خانم جوانی به نام هالی در یکی از دوره‌هایم شرکت کرد. او 21 سال داشت. به دلیل اینکه او از افسردگی رنج می‌برد و نمی‌توانست به درستی از خودش مراقبت کند، همراه مادرش زندگی می‌کرد. هالی در طول دوره ساکت می‌نشست و سرش را پایین می‌انداخت و به چشم‌های کسی نگاه نمی‌کرد. او عادت داشت با انگشت‌هایش روی میز ضرب بگیرد. این عادت عصبی او اطرافیانش را در کلاس ناراحت می‌کرد. در طول زمانهای تنفس معمولاً به شکل جنین روی زمین می‌نشست. از همه خواسته بودم که تنها غذا نخورند، اما هالی تنها می‌نشست و تنها غذا می‌خورد. روز دوم مقداری با هالی پیاده روی کردم و از او پرسیدم آیا ویژگی من بیچاره را پذیرفته است. او با لبخندی حیرت‌آمیز به من نگاه کرد و پرسید: من؟ نتوانستم جلوی خنده‌ام را بگیرم. پیام حالی که هر کس می‌توانست در سکوت آن را دریافت کند به قدری روشن و واضح بود که نیازی به پرسیدن نداشت. در کنار او نشستم و پرسیدم که به نظرش در حال ارسال چه پیامی به دنیای اطرافش است. حالی گفت که هرگز پیش خودش فکر نمی‌کند من بیچاره. در واقع از کسانی که اینطور فکر می‌کردند تنفر داشت. مادرش یکی از همین افراد بود. هنگامی که دستیارم راشل و من برخی از رفتارهای هالی را به او یادآوری کردیم، به نظر می رسید که معمای کل زندگی او در حال حل شدن است. هالی به ما گفت که در درون باورش این است که دوست داشتنی نیست. من بیچاره راهی است برای دریافت و جلب توجه. از آنجا که هالی در خانه‌ای بزرگ شده بود که مادرش مثل بچه‌ها رفتار می‌کرد و حتی مثل بچه‌ها حرف می‌زد، هالی یاد گرفته بود که برای جلب و دریافت توجه از مادرش پیشی بگیرد. این باور که او دوست داشتنی نیست کاملا از او پنهان بود، چرا که آن را روی مادرش فرافکنی کرده بود. هالی نمی‌توانست خودش را به روشنی مشاهده کند. تمام انرژی او صرف این می‌شد که به خود بقبولاند و باور کند به مادرش شباهت ندارد. اما هنگامی که او به ما نشان داد که چگونه است، خودش متوجه شد که رفتارهایش نتیجه مستقیم پیروی از مادر است. با پذیرفتن من بیچاره و آگاهی از رفتارهای کودکانه، حالی به نقطه مقابل این رفتارها و ویژگی‌ها اجازه داد تا به سطح بیایند. آنچه اکنون پس از گذر از رفتارهای کودکانه در او شکل گرفته بود این بود که من زنی مسئولیت پذیر هستم و در طول چند ماه هالی توانست شغلی دست و پا کند و از خانه مادرش به آپارتمان خودش نقل مکان کرد. هالی در حالی که احساس اعتماد به نفس می‌کرد با مردی آشنا شد. به محض اینکه هالی خواست با باورهای اصلی که زندگیش را بر اساس آن شکل میداد آشنا شود و آنها را صادقانه بررسی کند، این امکان و آزادی را یافت تا راهی جدید در زندگیش انتخاب کند. ما بسیاری از باورهایمان را به شکل ناخودآگاه از خانواده‌مان کسب می‌کنیم و انتخاب‌های مهم در زندگیمان توسط این باورها شکل می‌گیرند. ما هرگز از خود سوال نمی‌کنیم آیا این باور به من توان می‌دهد؟ خیلی وقتها ما فقط در حال دنبال کردن جای پای افراد خانواده‌مان هستیم. اگر این رفتارها موجب شادی در ما شوند اشکالی ندارد، اما واقعیت این گونه نیست. درد و رنج به ما منتقل می شود. احساس گناه به ما منتقل می شود. شر به ما منتقل می شود. آیا مشکلاتتان به خودتان مربوط می شود یا از نسل قبل به شما ارث رسیده است؟ مادر بزرگم به نگرانی مزمن مبتلاست. باور اصلی او این است که اتفاقی ناگوار رخ خواهد داد. مادرم هرگز اهل نگرانی نیست، اما نگرانی مادر بزرگم به من منتقل شده است.
خیلی وقتها من همان فکرهای او را در سر میپرورانم. ما نگرانی‌های یکسان درباره امنیت پسرم داریم. همانطور که کاملا روشن است، سالها طول کشید تا متوجه شوم این ویژگی مادر بزرگم به من منتقل شده است. او نیز این ویژگی را از پدرش دریافت کرده بود. حالا هنگامی که احساس می‌کنم نگرانی سراغم آمده، اندکی توقف می‌کنم و از خودم می‌پرسم آیا واقعاً نگران هستم یا در حال رفتار کردن بر اساس باورهای درونیم هستم. به محض اینکه متوجه می‌شوم جایی برای نگرانی وجود ندارد و فقط در الگوی خانوادگیم گیر افتادم، می‌توانم سراغ واقعیت بروم. هر بار که این حلقه واکنش خودکار را در خودم می شکنم، آگاهیم را ارتقا می دهم. سپس خودم را از گذشته رها می سازم. بسیاری از انسان‌ها تصمیم می‌گیرند که مثل پدر و مادرشان نباشند، چون برخی از رفتارهای آنها را نمی‌پسندند. اما باید این نکته را در نظر داشت که ما سالهای سال با پدر و مادرمان زندگی کرده‌ایم و ویژگی‌های مثبت و منفی را در طول این سالها در خود جذب کرده‌ایم. پدر و مادر ما با توجه به گذشته‌ای که هر یک داشتند، بیشترین تلاش خود را برای ما به کار گرفتند. ما نیز نمی‌توانیم نوع پرورش یافتنمان را تغییر دهیم و هنگامی که در تجربیات خود به دنبال درس هستیم، متوجه می‌شویم که هر رویدادی برای ما فرصتی فراهم کرده تا نکته‌ای بیاموزیم و رشد کنیم. یکی از بهترین دوستانم که سالها توسط پدر بزرگش مورد سوء استفاده جنسی قرار گرفته بود، یک بار به من گفت اگر این سوء استفاده ها نبود، من اینقدر خلاق و خوشفکر نمی شدم. من با یادگیری شیوه هایی برای رهایی از دردها و رنجهای گذشته به اینجا رسیدم. تمامی رویدادهای منفی در واقع به سود ما هستند. برخی از ما انتخاب می‌کنیم تا در این توهم زندگی کنیم که رخدادهای ناگوار به دلایل خوب پیش نمی‌آیند، اما درد و رنج هدفی دارد. درد و رنج به ما درس می‌دهد و ما را به سوی سطوح بالاتر آگاهی راهنمایی می‌کند. شبی پس از دیدن این منظره که 5 یا 6 مرد جوان در ساحل توسط پلیس دستگیر شدند و به آنها دستبند زده شد، سوال کردم چرا در این شب زیبای تابستانی این جوانان باید در ساحل آتش درست کنند؟ ناگهان شنیدم که صدایی در درونم گفت که این جوانان به این شکل به سوی نور و خداوند هدایت می شوند. مشکلات به نظر من یعنی زنگ بیدار باش. در زندانها معمولاً با جوانان قوی هیکل بسیاری روبرو می شوید که انجیل می خوانند و در مراسم مذهبی شرکت می کنند. مردانی که در جوانیشان حتی لحظه‌ای کوتاه فرصت نداشتند تا درباره خداوند فکر کنند، حالا در روحشان به جستجوی پاسخ می روند. چالش ها در زندگی ما به ما بصیرتی می دهد تا خود را از گذشتهمان رها کنیم. گذشته‌ای که عشق و محبت را از ما گرفته و ما را از مرکز معنوی درونمان دور کرده است. سخنی کهن و خردمندانه هست که میگوید جهان استاد انسانهای خردمند است و دشمن انسانهای احمق. هیچ اتفاقی به خودی خود رنجاور و دردناک نیست. مهم است درک کنیم که هر اتفاقی که در این جهان رخ می‌دهد همان اتفاقی است که باید رخ دهد. هیچ اشتباهی وجود ندارد. هیچ چیزی تصادفی نیست. جهان هم بهشت است و هم جهنم. هنگامی که درک کنیم یکی از این دو بدون دیگری ممکن نیست، ساده تر می توانیم جهان را آنگونه که هست بپذیریم. گذشته من پر بود از دروغ و فریب، درد و رنج، مواد مخدر و بی‌بندوباری، اما حالا متوجه می شوم که بدون این تاریکی ها که مدتی طولانی گرفتارش بودم، نمی توانستم این گونه که امروز به دیگران درس می دهم باشم. هر رویدادی در گذشتم، هر شب بدون خواب و هر قطره اشک مرا یک گام در سفر روحانیم پیش میبرد. هیچ کس چیزی را که من میگویم به گونه‌ای که آن را به زبان میآورم نمیگوید. هیچ کس کاری را که من میکنم به شکلی که آن را انجام میدهم انجام نمیدهد. من هستم و شما هستید. هر یک از ما منحصر به فردیم و همه ما سفر معنوی خاص خود را داریم. 13 ساله بودم که پدر و مادرم از هم جدا شدند. این اتفاق سالها موجب آشفتگیم شده بود. در طول تعطیلات همواره افسرده و غمگین بودم و آرزو می‌کردم که زودتر سال جدید فرا برسد و اوضاع مثل گذشته شود. شبی از آن شب‌ها متوجه شدم که چرا اینقدر احساس بدی دارم. معمولاً تعطیلات را با مادرم می‌گذراندم و فکر این که پدرم بدون حضور فرزندانش چه حسی دارد مرا ناراحت می‌کرد. آنچه مرا ناراحت می‌کرد نبودن با پدرم بود. ناراحتیم ادامه داشت و می‌دانستم که نمی‌توانم در این مورد کاری انجام دهم.
از درون احساس بی‌ارزشی می‌کردم و کاری از دستم بر نمی‌آمد. با صدای بلند به خودم گفتم من این کار را کردم. به این شکل عمل کردم تا اگر واقعیتی را که در مقابلم بود دوست نداشتم، واقعیت جدیدی را خلق کنم. تجسم سناریوهای جدید را شروع کردم. شبها یک بار زودتر با پدرم شام می‌خوردم و یک بار هم دیرتر با مادرم سر میز شام می‌نشستم. تجسم کردم که فقط به دیدن پدرم بروم و مادرم را فراموش کنم. تمامی این سناریوها به نظر افسرده کننده می آمد تا اینکه فکری به ذهنم رسید. به مادرم تلفن زدم و گفتم که امسال من می‌خواهم میهمانی شکرگزاری را برگزار کنم. او نیز با شوق پیشنهادم را پذیرفت. سپس به آرامی گفتم که قصد دارم پدرم و خانواده‌اش را هم دعوت کنم. به مادرم گفتم که برایم چقدر مهم است که همه دوباره سر یک میز جمع شویم. در ابتدا مادرم فقط سکوت کرد. فکر کردم ارتباطمان قطع شده است تا اینکه مادرم گفت اگر دوست داری این کار را بکنی اشکالی نداره. با خوشحالی به پدرم زنگ زدم و او را به همراه خانواده‌اش برای شام شکرگزاری دعوت کردم. او تعجب کرده بود و از من پرسید که مادرم قرار است چه کار بکند. به او گفتم که مادرم نیز قرار است به همراه خانواده‌اش برای شام به خانه ام بیایند. او پذیرفت و همه چیز عالی بود. در یک لحظه موقعیتی را خلق کرده بودم که هرگز گمان نمی‌کردم ممکن باشد. هنگامی که به خواهرها و برادرهایم زنگ زدم و به آنها نیز گفتم که همه قرار است برای شام به خانه‌ام بیایند، آنها نیز حیرت کردند و کمی نگران بودند، اما همگی دعوتم را پذیرفتند و به خانه‌ام آمدند. این رویداد با موفقیت به پایان رسید. برخی از دوستانم را نیز به همراه خانوادهشان دعوت کردم تا کمی از استرس و سنگینی جو بکاهم و میز شام بزرگی را تدارک دیدم. 33 نفر به خانه‌ام آمدند. هر یک از آنها غذای مورد علاقهشان را همراه آورده بود. برای 3 سال بعد تا زمانی که خانه‌ام را بفروشم و به شهر دیگری بروم، هر سال میزبان شام شکرگزاری بودم که در آن پدر و مادرم هر دو حضور داشتند. با پذیرفتن این مسئولیت، واقعیت جدیدی در زندگیم به وجود آمده بود. واقعیتی که حتی تا امروز هم به نظر معجزه می‌آید. به منظور کسب خرد و رها شدن از گذشته، باید مسئولیت تمامی اتفاقهایی را که در زندگیتان رخ داده بپذیرید. پذیرفتن مسئولیت یعنی بتوانید به خودتان بگویید من این کار را کردم. تفاوت بزرگی میان این وجود دارد که دنیا را مقصر اتفاقی که برایتان رخ داده بدانید یا اینکه خودتان را مسئول اتفاقهای پیش آمده بدانید. هنگامی که مسئولیت رخدادهای زندگیتان و تفسیر آنها را میپذیرید، از دنیای کودکان بیرون میایید و وارد دنیای افراد بالغ میشوید. با پذیرفتن مسئولیت کارهایی که انجام دادید و کارهایی که انجام نداده اید، دیگر این جمله را به زبان نخواهید آورد که چرا من؟ و به جای آن میگویید این اتفاق به این دلیل برایم رخ داد که لازم بود درسی از آن بگیرم. این بخشی از سفر من است. بر اساس آنچه نیچه میگوید، پاک کردن گذشته یعنی پاک کردن بخشی از وجودتان. ممکن نیست تا زمانی که با گذشته خود آشتی نکرده اید، زندگیتان را در مسیری خاص پیش ببرید. هر اتفاق مهمی در زندگی ما دیدگاهمان نسبت به جهان و خودمان را تغییر می‌دهد. فکر دیدن گذشته خیلی وقتها ما را ناراحت می‌کند، اما بخشی ضروری در این فرایند است. گذشته ما موهبتی است که ما را راهنمایی می‌کند و به ما درس می‌دهد. گذشته ما پیام‌های مثبت و منفی زیادی در خود دارد. روزی یکی از دوستانم با من تماس گرفت تا درباره زندگیش غر بزند و شکایت کند. هر بار که نانسی خودش را در آینه می‌دید، متوجه می‌شد که عضلات بدنش شل‌تر شدند و چهره‌اش شبیه به مادرش شده است. او می‌گفت که در چهرهش استرس، نگرانی و ناامیدی زیادی مشاهده می‌کند. نانسی از من پرسید که با چهره غمگینش که دچار افتادگی شده چه کار می‌تواند بکند. او می‌گفت که اضافه وزن پیدا کرده تا به نظر حامله برسد تا دیگران فکر کنند که او هنوز جوان است. به همراه او برنامه‌ای تهیه کردیم تا مطابق آن نانسی هر روز به تکنیک‌های تمرکزی بپردازد و مدت 28 روز در برنامه رها کردن خشم شرکت کند. او نیاز داشت تا گذشته ناتمامش را کامل کند و تمامی احساسات و هیجانات سرکوب شدهش را رها سازد. نانسی با علاقه شروع کرد به کار کردن روی خودش و ویژگی‌هایی را که نمی‌خواست در خودش ببیند، مثل پیری، چاقی، بیچارگی و زشتی را پذیرفت. پس از 28 روز رهاسازی به این شکل نانسی احساس کامل بودن داشت. در طول این مسیر رویدادهایی برایش اتفاق افتاد، بنابراین برای یادداشت کردن این اتفاقها و تفسیرش از آنها زمان صرف کرد.
نانسی ماهی سخت را پشت سر گذاشت، اما در پایان توانست کاملا احساس آمادگی کند که خودش را دوست بدارد و از خودش مراقبت کند. نانسی 28 روز بعد را صرف این کرد که تمامی اجزای وجودش را همانطور که بودند دوست بدارد. او به من گفت که به در آغوش کشیده شدن و بوسیده شدن نیاز دارد و به همین دلیل خودش را در آغوش کشیده و بوسید. او کاملا خودش را بخشید. بالاخره او احساس کرد که آرامش دارد. نانسی با من تماس گرفت و گفت که تصمیم گرفته پوست صورتش را بکشد. او گفت که با پذیرفتن پیری حالا میتواند جوانی را در سطحی کاملا جدید بپذیرد. او میخواست بداند که به نظر من هنوز از پیری فرار میکند. برای مدتی با هم صحبت کردیم و کاملا روشن بود که چهره نانسی به عمل جراحی نیاز ندارد، اما این تصمیمی بود که به او در زندگی شخصیش اقتدار و توان میبخشید. نانسی به شغل آرایشگری مشغول است. برای او توضیح دادم که بسیاری از انسانها خود را همان گونه که هستند دوست می‌دارند، اما انتخاب می‌کنند که سیبیل‌ها و موهای زائد بدنشان را بتراشند. ما این کارها را انجام می‌دهیم تا بهتر به نظر برسیم و تا زمانی که این ماییم که انتخاب می‌کنیم و از خودمان فرار نمی‌کنیم، این کار اشکالی نخواهد داشت. نانسی توضیح داد که همه چیز در زندگیش به شکل معجزه‌وار در جای مناسبی قرار گرفته است. روزی در مطب جراحی پلاستیک که او به شکل پاره وقت در آن به کار مشغول است، پرستاری از او پرسیده بود که آیا دوست دارد چهرهش را با برنامه‌ای کامپیوتری بازسازی و بهینه کند؟ نانسی پیش خودش فکر کرده که این کار میتواند جالب باشد. چهره طراحی شده نانسی او را در تصمیمش جدی‌تر کرده بود. چند ماه بعد نانسی این اتفاق را برای همسرش تعریف می‌کند. همسرش بدون به زبان آوردن چیزی میگوید که اگر نانسی دوست دارد پوست صورتش را بکشد، او هزینه‌های عمل جراحی را خواهد پرداخت. نانسی میگفت که در این زمان احساس کرده همه چیز در زندگیش در جای مناسبی قرار دارد. او این عمل جراحی را انجام داد و حالا احساس خوبی درباره خودش دارد و از نتیجه کار راضی است. درد و رنج نانسی موجب شد او از درون روی خودش کار کند. با تحول درون، نانسی توانست ظاهرش را نیز تغییر دهد. دردها و رنجهای ما می توانند بزرگترین معلمهای ما باشند. درد و رنج ما را به سوی راهنمایی می کند که هرگز خودمان به تنهایی در این مسیر حرکت نخواهیم کرد. چند نفر دوست دارند 20 سالی را در درد و رنج بگذرانند تا سفر روحشان را به سرانجام برسانند؟ اگر من این همه دچار درد و رنج نشده بودم، هنوز هم در حال مصرف مواد مخدر بودم و احتمالاً حالا در سواحل میامی روی یکی از قایق‌های تندرو آفتاب می‌گرفتم. نکات مثبت و منفی زندگیم هر دو با هم مرا به اینجا که امروز در آن هستم آورده است. آیا دوباره انتخاب می‌کنم که همین درد و رنج را تحمل کنم تا به آنچه همکنون رسیدم برسم؟ پاسخ من به این سوال بده است. من دردها و گذشته‌ام را موهبتی بزرگ می‌دانم. پیش از آن که تاریکی‌های وجودم را بپذیرم، از آنها نفرت داشتم. از درد و رنج ناراحت می‌شدم و کسانی را که بدون درد زندگی می‌کردند دوست نداشتم. مدت‌ها طول کشید تا مسئولیت کارهایم را پذیرفتم. به سختی تلاش می‌کردم تا مسئولیت چیزی را نپذیرم. این وضع تا زمانی ادامه داشت که تصمیم گرفتم زندگیم را تعالی ببخشم و متوجه شدم که خداوند می‌خواهد چیزی به من بیاموزد. متوجه شدم که در تاریکی‌های وجودم هدایایی نهفته است. امروز مسئولیت تمامی رویدادهای گذشته‌ام را می‌پذیرم تا آنچه را لازم است بیاموزم و آنجا که لازم است بروم. پذیرفتن مسئولیت کاری است عظیم. بسیاری از ما آماده ایم تا مسئولیت کارهای خوبمان را در زندگی بپذیریم، اما خیلی وقتها از پذیرفتن مسئولیت اتفاقهای ناگوار سر باز میزنیم. هنگامی که مسئولیت زندگی را به شکل کامل میپذیریم، هر چیزی میتواند به ما اقتدار ببخشد. حتی اگر احساس کنیم آسیب دیده‌ایم یا به دلیل اتفاقی احساس شرم کنیم نیز، با این احساس که هر اتفاقی به ما کمک خواهد کرد تا به آرزوهایمان برسیم یا در سفر روح پیش برویم، می توانیم احساس آرامش کنیم. می توانیم به خودمان نگاهی بیاندازیم و بگوییم این جهان بوم سفیدی است و این رویداد همچون نقشی روی این بوم به من درسی ارزشمند می دهد. ما مسئول هر اتفاقی که در زندگیمان رخ می دهد هستیم. ما به هستی می گوییم من منشأ واقعیت‌های زندگیم هستم. این نقطه اقتداری است که از آن می توانید زندگی خود را دگرگون سازید. تا زمانی که مستقیم به گذشته تان نگاه دقیق نکنید و با مسائل گذشته تان روبرو نشوید، سنگینی آن را همواره حس خواهید کرد و گذشته در زندگی تان تکرار خواهد شد.
روانشناسی به نام رولو می دیوانگی را اینگونه تعریف کرده است که انجام دادن کارهای تکراری و انتظار نتیجه‌ای متفاوت داشتن. باید از گذشته خود درس بگیریم و آن بخش‌هایی از وجودمان را که انکار کرده ایم دوباره به یاد آوریم. این راهی است که میتوان با آن این چرخه را شکست. افرادی که از تجربه‌های بد درس گرفتند، مسئولیت احساسهایشان را پذیرفتند و آگاهانه تعهد دادند که زندگیشان متفاوت باشد، به ندرت دوباره گذشته خود را تکرار می‌کنند. اگر با آگاهی به زندگی خود نگاه کنیم، می توانیم تصمیم‌های تازه و متفاوت بگیریم که دوست داریم زندگیمان چگونه باشد. تغییر در درک چیزی است که همگی به آن نیاز داریم. برای تغییر در درک باید هر لحظه از گذشته خود را جستجو کنیم تا تفسیری اثرگذار بیابیم که به ما اجازه بدهد مسئولیت زندگی خود را به عهده بگیریم. هر لحظه در حال تلف کردن انرژی ارزشمندی هستیم تا دیگران را درباره آنچه در زندگی خود دوست نمی‌داریم مقصر بدانیم، اما این مسیر که در آن قدم برمی‌داریم بن‌بست است. همیشه هنگامی که قربانی شرایط و موقعیت‌ها هستیم درد می‌کشیم. درد ما در این وضعیت ناامیدی و ناتوانی است. اما جالب است که ما در جهانی زندگی می‌کنیم که هر اتفاقی به دلیلی خاص رخ می‌دهد. برای هر رویدادی که در زندگیتان رخ می‌دهد موهبتی بیابید و به همین دلیل سپاسگزار خواهید بود. هر کلمه، رویداد و شخصی که نسبت به آنها حساس هستید نیاز به مرور، روبرو شدن، جایگزینی و پذیرفته شدن دارد. لازم است گام‌هایمان در گذشته را تا زمان پیدایش این حساسیت‌ها به یاد آوریم. سپس با آن رویداد روبرو شویم و واقعیت این رویداد را به عنوان بخشی از گذشته خود بپذیریم. لازم است کاملا آگاه باشیم که این رویداد چه اثری روی زندگی ما داشته است. سپس از دیدگاهی تازه به این رویداد نگاه خواهیم کرد. این دیدگاه به ما کمک می کند احساسات منفیمان را با احساسات مثبت عوض کنیم. با انتخاب تفسیر و دیدگاهمان از رویدادهای زندگی می توانیم زندگی خود را کنترل کنیم. چنین کاری موجب می شود بتوانیم گذشته انکار شده خود را بپذیریم و حساسیت‌هایمان از میان خواهند رفت. باید تفسیرها و دیدگاه‌هایی را انتخاب کنیم که زندگیمان را به پیش می‌راند، نه دیدگاه‌هایی که موجب می‌شود احساس ناامیدی و تنهایی کنیم. باور من این است که خلق تفسیری جدید ساده ترین راه برای تبدیل رویدادی منفی به رویدادی مثبت است. هر اتفاقی که در جهان ما رخ می‌دهد رویدادی عینی و واقعی است. این رویدادها معنای درونی و پنهان ندارند. هر یک از ما جهان را با عینک خاص خود می‌بینیم و به همین دلیل هر یک از ما رویدادهای یکسان را به شکل‌های متفاوت درک می‌کنیم. این درک‌ها و تفسیرهای ماست که روی احساساتمان اثر می‌گذارد، نه آن رویداد خاص. این درک‌ها و تفسیرهای ماست که مسئولیتمان را انکار می‌کند و دیگران را مقصر می‌داند. چه کسی را به دلیل خودخواهی مقصر می‌دانید؟ دلیل اعتیادتان و شکست‌هایتان را چه کسی می‌دانید؟ حالا وقت آن رسیده که قربانی بودن را متوقف کنید. مسئولیت خودخواهیتان، اعتیادتان و شکست‌هایتان را بپذیرید. هر یک از ما باید مشکل چسبیدن به دیدگاهی قدیمی و ناقص از خود و زندگیمان را بپذیریم. هر یک از ما باید آگاهانه تصمیم بگیریم با تغییر دیدگاه و تفسیرهایمان دنیای خود را تغییر دهیم. اگر تفسیرتان از معنای کلمه‌ای را تغییر دهید، نه تنها حساسیت منفیتان نسبت به آن تغییر خواهد کرد، بلکه همین کلمه می تواند به شما اقتدار و توان بدهد. در اینجا تمرینی آوردم که به شما کمک می کند تفسیرهایتان را تغییر دهید. واژه‌ای را که نسبت به آن حساسیت منفی دارم و دوست ندارم کسی مرا با آن نام بخواند در نظر می گیرم. کلمه‌ای که می خواهیم تفسیری جدید برایش خلق کنم زشت است. به خاطرم باز می‌گردم و رویدادی را در زندگیم می‌یابم که موجب درد و رنجم شد و باعث شد قضاوتم درباره کلمه زشت شکل بگیرد. هنگامی که گذشته را مرور می‌کنم، پدرم را به خاطر می‌آورم که برای مسخره کردنم هنگامی که کودکی بیش نبودم از کلمات دماغ گنده و دهاتی استفاده می‌کرد. تفسیر من از این رویداد: پدرم مرا دوست ندارد و فکر می‌کند من زشت هستم. میدانم که این احساس مدتها همراه من بوده است. بنابراین حالا لازم است که با این رویداد روبرو شوم. به خودم اجازه میدهم تا احساس رنجش، مسخره شدن و خجالت را که به آن دوران باز میگردد تجربه کنم.
سپس شروع میکنم به خلق تفسیری تازه از آن رویداد تا بتوانم زشت را بپذیرم. تفسیرهای تازه. مثبت. 1. من زیبا هستم. به همین دلیل پدرم در کنار من احساس نگرانی دارد. تنها راهی که او برای روبرو شدن با این نگرانی بلد است، صدا کردن من با اسم‌هایی است که به نظرش بامزه هستند. 2. پدرم فکر می‌کرد که این کلمات جالب و بامزه هستند و به همین دلیل این کلمات را با علاقه برای صدا زدن من استفاده می‌کرد. 3. پدرم به قدری مرا دوست داشت که می‌خواست مرا برای زندگی واقعی در جهان آماده کند. او فکر می‌کرد با کم اهمیت جلوه دادن زیباییم از من محافظت خواهد کرد. منفیا. 1. پدرم از من متنفر بود و میخواست برای کل طول زندگیم به من آسیب وارد کند. 2. پدرم فکر میکرد من واقعا زشت هستم و تنها راه برخورد با این مسئله را مسخره کردنم میدانست. حالا میتوانم به تمامی این تفسیرها نگاه کنم و ببینم کدام یک از آنها به من احساس خوبی میدهد و کدام یک موجب میشود احساس بدی داشته باشم. سپس میتوانم انتخاب کنم که تفسیرهای قدیمی منفی را با تفسیرهای جدید و مثبت عوض کنم. همیشه از خودم سوال میکنم آیا این تفسیر به من اقتدار و توان میبخشد یا از توان و اقتدارم میکاهد؟ آیا این تفسیر موجب میشود احساس قدرت کنم یا ضعف؟ اگر گفتگویی درونی دارید که از قدرتتان میکاهد، تا زمانی که خودتان این گفتگوی درونی را با گفتگوی مثبت عوض نکرده اید، هیچ اثری روی شما نخواهد داشت. اما بسیاری از ما اراده قوی در این کار داریم و اعتیادمان به درد و رنج به تفسیرهای جدید اجازه خودنمایی نمیدهد. به همین دلیل مهم است که این موارد را روی کاغذ بیاوریم و از زوایای مختلف به آنها نگاه کنیم. همین عمل نوشتن این کلمات روی کاغذ احساساتی را که به این رویدادها وابسته هستند تا حدودی خنثی می‌سازد. هنگامی که آماده ایم تا کمی با تفسیرهایمان بازی و شوخی کنیم، می توانیم انتخاب‌های خود را دوباره بررسی کنیم. هنگامی که این احساسهای منفی را از تاریکی به روشنایی می‌آوریم، به آنها فرصت بهبود می‌دهیم. تفسیر جدیدی که در این مورد انتخاب کردم این بود که پدرم به قدری مرا دوست داشت که میخواست مرا برای زندگی واقعی در جهان آماده کند. او فکر میکرد با کم اهمیت جلوه دادن زیباییم از من مراقبت خواهد کرد. این تفسیر را انتخاب کردم چون موجب خنده ام میشد. هنگامی که این تفسیر را روی کاغذ می آوردم به نظرم کمی مسخره می رسید. اما هنگامی که چشمهایم را بستم و از خودم سوال کردم چه تفسیری روحم را ارضا می کند، این تفسیر در نظرم آمد. هنگامی که این تفسیر را انتخاب کردم توانستم بدون احساس رنجها و دردهای گذشته کلمه زشت را بپذیرم. حالا دیدگاهم نسبت به این مسئله تغییر کرده و حتی عادت قدیمی پدرم به نظرم جالب و شیرین می آید. بدون توجه به انگیزه های پدرم، حالا با این واقعیت در گذشتم احساس آرامش دارم. دیگر با این ترس در جامعه گام بر نمی‌دارم که مبادا کسی فکر کند من زشت هستم و علاوه بر آن احساس زشتی را روی دیگران نیز فرافکنی نمی‌کنم. هدیه زشت بودن، آزادی در بیرون آمدن از خانه بدون شانه کردن موهایم و آرایش کردن و همزمان احساس خوبی داشتن است. می توانید از این تمرین درباره هر رویداد و کلمه‌ای که با آن مشکل دارید استفاده کنید. خانمی را میشناختم که رویدادی ناگوار در زندگیش را تجربه کرده بود. او در اتفاقی ناراحت کننده با اسلحه تهدید شده بود و به او تجاوز کرده بودند. این خانم تفسیری منفی از این رویداد را 15 سال به دوش کشیده بود و با پذیرفتن تفسیر مثبت از این رویداد مشکل داشت. از او خواستم تا تلاش کند و 3 تفسیر مثبت و 2 تفسیر منفی از این رویداد را روی کاغذ بیاورد. او به روشنی میدید که تفسیرهای منفی از این رویداد از توانش میکاهند و موجب درد و رنجش میشوند. به همین دلیل او ابتدا تفسیرهای منفی را روی کاغذ آورد. منفی. 1. از آنجایی که فردی عصیانگر بودم و از پدر و مادرم نفرت داشتم، به شکل تحریک کننده لباس میپوشیدم و بالاخره آنچه را شایسته‌اش بودم دریافت کردم. 2. من فردی بدبخت و بیچاره‌ام که ارزشی ندارد. لیاقت من همین سوء استفاده هاست. مثبت. 1. من دختری ساده بودم که راهش را گم کرده بود و دوست داشت به جایی و چیزی تعلق داشته باشد. این رویداد من را راهنمایی کرد تا آگاهتر شوم و دقتم را در زندگیم افزایش دهم. 2. این رویداد در واقع نوعی موهبت در لباس رنج بود. پس از این اتفاق یاد گرفتم چگونه به خودم و بدنم احترام بگذارم. 3. یاد گرفتم که دیگر هرگز احساس قربانی بودن نداشته باشم.
این رویداد زنگ بیدار باش و نقشه الهی بود برای آگاهی خود روحانیم. هنگامی که حنا تمامی این تفسیرها را روی کاغذ آورد، درک کرد که با انتخابی روبروست. به این دلیل در ابتدا تفسیرهای منفی را آورده ایم، با توجه به اینکه حنا گمان می‌کرد رسیدن به تفسیری مثبت غیر ممکن است. هنگامی که کارمان تمام شد، حنا توانست تفسیرهای دیگری نیز خلق کند که همگی به او توان و اقتدار می‌بخشید. او حتی قبول کرد تفسیر مثبتی که انتخاب کرده واقعیت بود. او تفسیر دوم را در میان تفسیرهای مثبت انتخاب کرد. به محض اینکه حنا تصمیم گرفت دیدگاهش را نسبت به این رویداد تغییر دهد، توانست دو واژه هرزه و نفرت انگیز را که چیزی حدود 15 سال در زندگیش نقش ایفا می‌کردند بپذیرد. با اجازه دادن به این ویژگی‌ها تا هدایای خود را تقدیم کنند، حنا به نقاط مقابل این ویژگی‌ها اجازه داد تا خود را نمایان کنند. با افتخار و زیبا ویژگی‌هایی بودند که حنا آرزویش را داشت و حالا به این بخش‌های جدایی ناپذیر وجودش دسترسی پیدا کرده بود. با آگاهی بیشتر کاملا روشن می شود که انتخاب تفسیرهای اقتدار بخش مسئولیت شماست. گاهی قربانی بودن ساده تر است. دیدگاه منفی موجب می شود موارد منفی بیشتری وارد زندگیتان شود. هرچه بیشتر از هدایای زندگی آگاه باشید، سریعتر تفسیر مناسبی از رویدادهایی که برایتان رخ می دهد را انتخاب خواهید کرد. اتفاقهای ناگوار برای بسیاری از ما رخ می دهد. این رویدادها بخشی از زندگی است. قدرت بخشیدن به خودتان در این رویدادها به شجاعت نیاز دارد. نمونه شجاعانه دیگر زندگی خانم جوانی است به نام جولیا. جولیا برای چندین سال ناامیدانه دوست داشت صاحب فرزندی شود. هنگامی که او بالاخره باردار شد، به همراه همسرش سر از پا نمی شناختند. در هفته 14 از بارداری، جولیا متوجه شد که در حال خونریزی است. او در حالی که ترسیده بود، به سرعت خودش را به پزشک رساند. آزمایش‌های پزشکی نشان می‌داد که فرزند او مرده است. جولیا ویران شده بود. او روزها در غم از دست دادن فرزندش گریه می‌کرد. هنگامی که فرزند از دنیا رفته هنوز در شکم او بود، فرصت این را داشتم تا به جولیا مشاوره بدهم. از او پرسیدم که تفسیرش از این رویداد ناگوار چیست. جولیا شروع به گریه کرد. او گفت: من به اندازه کافی خوب نیستم تا این کودک را به دنیا بیاورم. سوء مصرف مواد مخدر پیش از بارداری دلیل این مسئله بوده است. جولیا علاوه بر رنج طبیعی از دست دادن فرزندش، خودش را مقصر می‌دانست. پس از کمی گفتگو برایم روشن شد که جولیا می‌خواهد به این رویداد ناگوار رنگ و بوی معنوی بدهد و آن را از حالت ساده اتفاقی ناگوار که ممکن بوده برای هر کسی رخ دهد خارج کند. هنگامی که کارمان را شروع کردیم، جولیا دوست داشت در ابتدا تفسیرهای منفی را روی کاغذ بیاورد. منفی: 1. هرگز نمیتوانم کودکی را سالم به دنیا بیاورم چون از نظر ژنتیکی مشکل دارم. 2. من به دلیل سقط جنین‌هایی که دوستان و افراد خانواده‌ام انجام دادند در حال تنبیه شدن هستم. مثبت: 1. من در حال آماده شدن برای دنیا آوردن کودکی هستم که دوستش خواهم داشت و از او مراقبت خواهم کرد. 2. این نکته نشان می‌دهد که آرزوی من برای داشتن فرزند واقعی است. دیگر در این مورد هیچ گونه تردیدی ندارم. 3. درد جدایی و از دست دادن این کودک باعث شد تجربه‌ای کسب کنم تا بتوانم مادری بهتر باشم. جولیا انتخاب کرد تا سومین عبارت مثبت را بپذیرد. او می‌توانست قدرت این تفسیر را در وجودش احساس کند. با دانستن اینکه هیچ تصادفی وجود ندارد، جولیا می‌خواست این کودک را به دلیل هدیه‌ای که به او داده بود همواره به خاطر داشته باشد تا اینکه درد و رنج از دست دادن او در ذهنش باقی بماند. این واقعاً از عشق و شجاعت درونی او سرچشمه می‌گرفت. از جولیا خواستم تا زندگیش را ادامه بدهد و خود را برای فرزندی دیگر آماده کند. هر یک از ما باید بپذیریم و اطمینان داشته باشیم که اگر آنچه را که برای پاک کردن گذشته لازم است انجام دهیم و رنج‌هایمان را بپذیریم، هدیه منحصر به فرد مربوط به آنها را خواهیم یافت. این هدایا مثل گنجی است که در تاریکی پنهان است. اگر اجازه بدهیم هستی به ما بیشتر از آن چیزی که تصورش را داشته باشیم می‌دهد. هر یک از ما با مأموریتی متفاوت پا به این جهان می‌گذاریم و این وظیفه ماست که این مأموریت را کامل کنیم. با این دیدگاه متوجه خواهید شد که تمامی رویدادها در گذشته شما فرصتی را برای یاد گرفتن، رشد کردن،
تغییر کردن و کشف کردن فراهم می‌کند. هنگامی که ما با گذشته خود آشتی می‌کنیم، فرایند بازپس گرفتن فرافکنی‌هایمان ساده‌تر خواهد شد. این هیجانات و رفتارهای انکار شده توان و ظرفیت ما برای عالی بودن را به هدر می‌دهد. هنگامی که ویژگی را در خود انکار می‌کنید، بخشی از وجودتان را که می‌خواهد کامل باشد، انکار می‌کنید. ما ویژگی‌های درونی خود را بدون اینکه بدانیم روی کسانی که دوستشان داریم و کسانی که از آنها نفرت داریم فرافکنی می‌کنیم. ما نمی‌توانیم برخی ویژگی‌ها را بپذیریم چون بیش از اندازه به قضاوت و انتقاد می‌پردازیم. ما شهامت کافی برای اعتراف به اشتباه و پذیرفتن مسئولیت‌های خود را نداریم. ما از ناقص بودن هراس داریم و نمی‌دانیم آنچه در دیگران دوست نداریم در واقع همان چیزهایی است که در خود از آنها نفرت داریم. ما هراس داریم که قدرت و توانایی‌های ما موجب تنهایی‌مان شود، چرا که آنچه در اطراف خود می‌بینیم مواردی عادی و معمولی است. همچنین ما از طرد شدن هراس داریم و به همین دلیل همواره در حال نشان دادن توانایی‌های خاص خود هستیم و گمان می‌کنیم این راهی است برای نجات. جالب است که این کار را تا زمانی انجام می‌دهیم که دیگر حتی توانایی تحمل خودمان را هم نداریم. سپس احساسات و هیجانات مسموم ما به قدری دردناک می‌شوند که موقعیت‌هایی در زندگیمان خلق می‌کنند تا دائما بی‌ارزش بودنمان را به ما نشان دهند و به ما ثابت کنند که شایسته رسیدن به رویاهای خود نیستیم. تنها خود شما می‌توانید این دور باطل را متوقف کنید. فقط شما می‌توانید بگویید دیگر کافی است. من شکوهم را می‌خواهم. من لیاقت، ذکاوت و خلاقیت دارم. سالهای سال نمیتوانستم به دوستان نزدیکم اعتماد کنم. همچنین باور داشتم که نمیتوان در حالت کلی به مردان اعتماد کرد و اگر مردها فرصت داشته باشند حتما خیانت خواهند کرد. هرگز فکر نمیکردم که این بی‌اعتمادی به خودم مربوط باشد. بالاخره روزی فردی باعث آگاهیم شد و به من گفت که در حال فرافکنی بی‌اعتمادی خودم روی دیگران، به ویژه مردان هستم. به سرعت با این گفته او مخالفت کردم. بدون شک خود را فردی قابل اعتماد می دانستم. ناگهان فکر کردم که پس از اولین مشاجره با هر مردی که در زندگیم بود به فکر مرد مناسب بعدی می افتادم، حتی بدون اینکه درباره تمام کردن رابطه ایمان با هم صحبتی کرده باشیم. به دلیل اینکه فقط به این مسئله فکر می کردم به سادگی می توانستم آن را در خود انکار کنم. به محض اینکه بی‌اعتمادی را در خودم پذیرفتم توانستم فرافکنی کمبود اعتماد روی دیگران را متوقف کنم. کشف این نکته که این من بودم که در روابط مشکل ایجاد می کردم بسیار برایم ناراحت کننده بود. اولین واکنشم بیزاری از این ویژگی در درونم بود، چرا که احساس می کردم این بخش بیمار در درونم است. چشمهایم را بستم تا بتوانم با این شخصیت بی‌اعتماد در درونم گفتگو کنم. اولین تصویری که به نظرم رسید دختری کوچک و ظریف بود که با دیدن هر مردی از ترس می‌لرزید. نام او سوزان ترسو بود. هنگامی که از او پرسیدم برای شفا یافتن به چه چیزی نیاز دارد، پاسخ داد محبت. دیدن این تصاویر و آگاهی از ترس او موجب برانگیختن محبت در درونم شد. به خودم اجازه دادم تا ترسم را احساس کنم و در حالی که چشمهایم بسته بود سوزان ترسو را در آغوش گرفتم. محبت به خود ما نکته ضروری است. در نبود محبت احساس ترس و بیزاری از خودمان داریم. از آنجایی که نمیتوانیم به صراحت از خودمان نفرت داشته باشیم، این نفرت را در جهان فرافکنی میکنیم. ما ترجیح میدهیم که قربانی موارد بیرونی در این جهان باشیم تا قربانی خود و با مقصر دانستن جهان اطرافمان میتوانیم از درد و رنج روبرو شدن با خودمان دوری کنیم. حالا زمان آن رسیده که به همه کسانی که در زندگیمان هستند و رفتاری نامناسب با آنها داشته ایم، پدر، مادر، همراهان، رئیس و دوستان با صداقت نگاه کنیم. فهرستی از این افراد و ویژگی‌هایی در آنها که موجب تحریک واکنشی در شما می شود، تهیه کنید. این فرآیند نیز از کشفی دائمی. هنگامی که لایه‌ای از ویژگی‌های درونی خود را می‌پذیرید، لایه‌ای دیگر خود را نشان می‌دهد. هر رنجش و دلخوری که در خود نگه می‌دارید، پرچم قرمزی است که نشان می‌دهد شما هنوز حساسیتی دارید که ممکن است هر لحظه تحریک شود. جوان گاتوسو در کتابش به نام دوره آموزش عشق تمرینی ساده را معرفی می‌کند که از کنکیز آموخته است. در این تمرین باید نام کسی را که روی شما اثر گذاشته یا باعث تحریکتان شده در بالای صفحه بنویسید.
سپس خطی از زیر اسم او تا مرکز صفحه بکشید و هر آنچه را درباره این فرد دوست می‌دارید سمت راست این خط یادداشت کنید و مواردی را که درباره او دوست نمی‌دارید سمت چپ این خط یادداشت کنید. حتی اگر از کسی بدتان میآید می توانید موارد اندکی را در او پیدا کنید که با آنها مشکلی ندارید. فهرست شما ممکن است چیزی شبیه به این باشد: مارتا، سمت راست موارد مثبت، خوش سلیقه، علاقه‌مند، بکار. سمت چپ موارد منفی: تنبل، شلخته، احساساتی، جدف. حالا در مقابل هر عبارت در ستون راست این جمله را بنویسید و آن را کامل کنید. هنگامی که هستم خودم را دوست دارم. هنگامی که خوش سلیقه هستم خودم را دوست دارم. هنگامی که به کارم علاقه دارم خودم را دوست دارم. سپس در مقابل هر عبارت در ستون چپ این جمله را بنویسید و آن را کامل کنید. هنگامی که هستم خودم را دوست ندارم. هنگامی که تنبل هستم خودم را دوست ندارم. هنگامی که شلخته هستم خودم را دوست ندارم. هنگامی که احساساتی هستم خودم را دوست ندارم. هنگامی که جلف هستم خودم را دوست ندارم. این راهی ساده برای درک این نکته که آنچه در دیگران می‌بینید در واقع به خودتان مربوط می‌شود. روزی یکی از دوستانم به نام لوری با من تماس گرفت. او در دوره‌های آموزشی هم شرکت کرده بود. متوجه شدم که لوری حسابی عصبانی است. یکی از همکلاسی‌های قدیمی دانشگاهی لوری به او گفته بود که در برنامه‌ای که با هم طرح کرده بودند شرکت نخواهد کرد و این رفتار او لوری را ناراحت کرده بود. او به من گفت که کریستینا فردی است لوس، خودخواه و مغرور و طوری رفتار می‌کند که گویی عقل کل است. به آرامی برای لوری توضیح دادم که وقتی کسی موجب ناراحتی می‌شود در حقیقت ویژگی‌های انکار شده‌مان را روی او فرافکنی می‌کنیم. لوری پافشاری می‌کرد که وضع در این مورد خاص به این شکل نیست. او باور داشت که کریستینا بالاخره ذات واقعیش را به لوری نشان داده است. از لوری خواستم مواردی را که در کریستینا دوست داشت و نکاتی را که در او نمیپسندید روی کاغذ بیاورد. فهرست او به این شکل بود: کریستینا، سمت راست موارد مثبت: توانایی رهبری، دلپذیر، معنوی، موفق، زیبا. سمت چپ موارد منفی: خودمحور، خودخواه، مغرور، عقل کل، بی‌توجه. لوری با توجه به تمامی نکات مثبت جمله مربوط به هر ویژگی را کامل کرد. هنگامی که رهبری گروهی را به عهده میگیرم، هنگامی که دلپذیر هستم، هنگامی که فردی معنوی هستم، هنگامی که موفق هستم و هنگامی که احساس زیبایی میکنم خودم را دوست دارم. سپس او جملات مربوط به ویژگی‌های منفی را کامل کرد. هنگامی که خودمحور هستم، هنگامی که خودخواه هستم، هنگامی که مغرور هستم، هنگامی که عقل کل هستم و هنگامی که بی‌توجه هستم خودم را دوست ندارم. لوری متوجه شد که ویژگی‌های مثبت کریستینا را نمی‌پذیرد. لوری در واقع با فرافکنی ویژگی‌های مثبتی که در خودش سراغ نداشت روی کریستینا تمامی اقتدارش را به کریستینا بخشیده بود. هنگامی که کریستینا لوری را ناامید کرد و نقص‌هایش را به او نشان داد، لوری احساس کرد که فریب داده شده است. هنگامی که او متوجه شد این خانم کامل، معنوی، زیبا و دلپذیر مشکلاتی دارد که مشکلات لوری را به خود نشان می‌دهد و پررنگ می‌کند، مسئله حادتر شد. لوری به اندازه‌ای ویژگی‌های انکار شده‌اش را روی کریستینا فرافکنی کرده بود که وقتی کریستینا خود واقعی‌اش را نشان داد، احساس گمگشتگی کرد و حسابی از دست کریستینا عصبانی شد. برای از بین بردن این حساسیت‌ها لوری باید بخش‌هایی از وجودش را که روی کریستینا فرافکنی کرده بود پس می‌گرفت. به لوری گفتم که در نامه‌ای تمامی احساساتش را برای کریستینا توضیح بدهد. اگرچه او لازم نبود حتما این نامه را برای کریستینا بفرستد، اما مهم بود که لوری بتواند تمامی خشم و ناراحتی را که احساس می‌کرد بیان کند و روی کاغذ بیاورد. زمانی که لوری نوشتن نامه را به پایان رساند، تصمیم گرفته بود که دیگر نمی‌خواهد اقتدارش را به کریستینا یا هیچ کس دیگری واگذار کند. لوری آماده بود تا زیبایی، موفقیت، شکوه، معنویت و ویژگی‌های راهبری خودش را بپذیرد. لوری یکی پس از دیگری این ویژگی‌ها را در خود پذیرفت. او تمامی فرافکنی‌های مثبت و منفیش را به یاد آورد. پذیرفتن ویژگی‌های مثبت برای لوری سخت‌تر از پذیرفتن ویژگی‌های منفی بود. در واقع به محض اینکه او ویژگی‌های مثبت را می‌پذیرفت، حساسیتی نسبت به ویژگی‌های منفی در او باقی نمی‌ماند. هنگامی که ما ویژگی را در یک طرف ترازو می‌پذیریم، همین پذیرش موجب می‌شود ویژگی که در نقطه مقابل قرار دارد به حالت تعادل برسد.
کریستینا برای لوری به کانال و کاتالیزوری تبدیل شده بود تا زیبایی و شکوهش را دریابد. افراد مختلف به زندگی ما می آیند تا به ما کمک کنند تمامیت و کامل بودن خود را دوباره احیا کنیم. حاشیه‌ای که بیشتر ما با توجه به آن خود را قضاوت می کنیم بسیار باریک است. اگر همه خوبی ها در یک طرف باشد و بدی ها در طرف دیگر، بیشتر ما در میانه زندگی می کنیم و اندکی از خوبی ها و اندکی از بدی ها در همه ما هست. لازم است یاد بگیریم که چگونه با تمام ظرفیت انسانی خود زندگی کنیم و در این مورد احساس بدی نداشته باشیم. هر هیجان و احساس ما کاملا انسانی است. باید تاریکی ها را به طور کامل بپذیریم تا بتوانیم نور را بپذیریم. خداوند همیشه وجود دارد، حتی اگر نتوانیم او را حس کنیم. او در انتظار ماست تا به زندگی خود دعوتش کنیم. راه ورود او دلهای ماست. هنگامی که آماده باشیم دل خود را به روی کل هستی باز کنیم و در هر چیزی به جای بدی به دنبال نیکی باشیم، قادر به حس کردن خداوند خواهیم بود. در این صورت عشق را خواهیم دید. باید به یاد داشته باشیم این ما هستیم که انتخاب می‌کنیم چگونه نگاه کنیم. این ما هستیم که درخواست می‌کنیم در زندگی خود چه درس‌هایی را بیاموزیم. هر رویدادی بدون توجه به اینکه تا چه اندازه هراسناک است، هدیه‌ای برای شما دارد. اگر شما هدیه‌ای خود را دریافت کنید، من نیز هدیه‌ام را دریافت خواهم کرد، چرا که در دنیای روح من شما هستم و شما من هستید. تمرین ها: 1. چند دقیقه زمان صرف کنید و محیطی آرام را به وجود آورید. حالا چشم‌های خود را ببندید و چند نفس عمیق و آرام بکشید. تجسم کنید که به آسانسور درونتان وارد شده اید و 7 طبقه پایین می روید. هنگامی که در آسانسور بسته می شود، خود را در باغ درونتان می یابید. در حالی که از زیبایی این باغ لذت می برید، به سوی محل مخصوصتان بروید. سپس این سوال را از خود بپرسید: باورهای اصلی و کلیدی که زندگیم را پیش می برند چه هستند؟ مدتی در این باره فکر کنید و سپس فهرستی از باورهای کلیدی خود را روی کاغذ یادداشت کنید. سپس دوباره چشمهای خود را ببندید و اولین عبارت در فهرستتان را به یاد آورید. سوالهای زیر را از خود بپرسید. زمانی را صرف کنید که به پاسخهایی که از درونتان بیرون می آید گوش فرا دهید. الف: آیا این واقعاً ایده من است یا اینکه آن را از کس دیگری گرفتم؟ ب: چرا این باور در من است؟ جیم: آیا این باور به من قدرت می دهد؟ دال: برای تغییر این باور حاضرم چه چیزهایی بدهم؟ هنگامی که پاسخ به این سوالها را در ذهنتان جستجو کردید، مدتی زمان صرف کنید و این پاسخها را نیز در دفترچه خود یادداشت کنید. 2. نامه کوتاه به هر یک از باورهایتان در این فهرست بنویسید و از آن باور برای اینکه به شما خدمت می‌کند تشکر کنید. حالا باور جدیدی خلق و آن را جایگزین باور قبلی کنید. به خودتان شفاهی تعهد بدهید تا این باور جدید را محترم بدارید. سپس چشمهایتان را باز کنید و این باور قدرت بخش تازه را هم روی کاغذ یادداشت کنید. 3. کلمه‌ای را که هنوز نمی‌توانید به طور کامل بپذیرید یا دوست داشته باشید روی کاغذ یادداشت کنید. چشمهای خود را ببندید و رویدادی را در گذشته دور به یاد آورید که طوری روی شما اثر داشت که موجب شد این ویژگی برای شما ناراحت کننده باشد. حالا تفسیرتان را از این رویداد روی کاغذ یادداشت کنید. زیر این تفسیر 5 تفسیر جدید از این رویداد را هم یادداشت کنید. 3 تفسیر مثبت و 2 تفسیر منفی. اگر تفسیری به ذهنتان نمی‌رسد، در این مورد از دوستان و خانواده خود بخواهید که به شما کمک کنند. فکر کردن درباره تفسیرهای جدید عملی خلاق است که به تمرین نیاز دارد. به جای اینکه در یک تفسیر گرفتار شوید، سراغ تفسیرهای دیگه بروید. در این مورد قصد دارید تفسیری را که موجب درد و رنج شما شده است رها کنید. اگر سوالی دارید می توانید به صفحه‌های 140 و 141 کتاب بازگردید.